بخشیده بر روز کنستیتوسیای کشور و روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در مرکز تعلیمی شعبه بانک ملی تاجیکستان در شهر خوجند که در شهر گلستان ولایت سوخت واقع است، مسابقه جمهوری عاید به کمانوری بین نورسان و جوانان برگزار شد. در این چهاربینی ورزشی 50 نفر ورزشکاران بهترین از شهرهای دوشنبه و خوجند اشتراک نمودند. طول 7 ماه میشد که در نمود کمانوری اشتراک میکنم و امروز باشد در این مسابقه جای سوم را اشغال نمودم. من خیلی میnnتدارم از تشکیل کنندگان این خیل مسابقه. من میخواهم که در آینده این خیل مسابقه خیلی بسیار باشد. امروز ما از این امکانیت هایی که به ما داده شده است استفاده میبریم، بسیارتر مشق میکنیم که در آینده نامدار تاجیکستان عزیز باشیم. در این مسابقه جمهوری ورزشکاران در مسافه های 50 جمع 30 متر، 60 جمع 60 متر و 70 جمع 70 متر از روی برنامه المپیک مهارت سنجی کردند. در مسافه 60 متر بین بانوها زرینه فیروز از شهر دوشنبه و بین پسران محمد عظیم رؤوفов ورزشکاری ولایت سوخت صاحب مقام‌های اول شدند. در مسافه 70 متر زینه اول را ورزشکاری شهر دوشنبه دلنوزه احمدova و بین پسران ورزشکاری شهر خوجند عیسی بابویف صاحب کردند. مورد به ذکر است که با تشبث کمیته ملی المپیک کشور بار اول تیم منتخب تاجیکستان عبارت از 20 نفر ورزشکاران بهترین مملکت در مرکز تعلیمی شعبه بانک ملی تاجیکستان در شهر خوجند به مشق‌های دسته جمعانه تعلیمی فرا گرفته شدند. این اقدام با مقصد بلند برداشتن ملکه مهارت ورزشکاران و سفربر نمودن آنها به مسابقه‌های با نفوذ بین المللی راه اندازی شد. در این مشق‌های تعلیمی سابقه‌دار ورزش زیبانیسا رستمova و مربی پرتجربه از جمهوری ازبکستان سلیم اوبارov با ورزشکاران نازکی‌های کمانوری را آموزانیدند. طول 2 سال می‌شود که در این نمود ورزش مشق می‌کنم و من امروز در این مسابقه جمهوری اشتراک دارم. این مسابقه در سطح بلند گذاشته شده است و من می‌خواهم میnnتداری خود را به تشکیل کنندگان این مسابقه رسانم. قریب یک هفته می شود که در این آسایشگاه استراحت میکنیم، تمرین میکنیم و در این مدت میخواهیم که بسیار چیزها را آموزیم و آینده در مسابقه های بین المللی جایهای نمایان را اشغال کرده پرچم برداری تاجیکستان گردیم. باید یادآور شویم که از 7 تا 10 نوامبر نیز در شهر خوجند مسابقه جمهوری عاید به کمانوری برای دریافت جام تاجیکستان برگزار می شود که در آن بهترین ورزشکاران مملکت اشتراک می نمایند.